یکی بود یکی نبود. تو جنگل دوری دارکوبی بود که داخل تنه درختی زندگی می کرد. اون شبا می خوابید و روزا کار می کرد. روزی از روزها جغدی اومد و روی درخت کناری لونه ساخت. جغد شبا تا صبح بیدار بود و روزها می خوابید. صبح که شد دارکوب کار هر روزش رو شروع کرد. کارش چی بود؟ نوک زدن به تنه درختا. اونقدر نوک زد و چنان سر و صدایی رو انداخت که جغد از خواب پرید. جغد فریاد زد: آهای همسایه، با این همه سر و صدا من چطوری بخوابم؟ دارکوب گفت: این درخت مال منه، هر وقت دلم بخواد به اون نوک میزنم. جغد عصبانی شد و شروع به داد و بیداد کرد. صدا تو جنگل پیچید. حیوانای دیگه که سر و صدا رو شنیدن از گوش و کنار اومدن ببینن چه خبر شده. اول از همه خرس به حرف اومد و گفت: ساکت باشید آهای دارکوب، اینقدر به درخت نوک نزن، بذار جغد بخوابه. ما میخوایم اطرافمون زندگی آرومی در جریان باشه. موش جیغ زد: آهای دارکوب، نوک بزن، بکوب، این جغد همیشه دنبال ما میکنه تا ما رو بخوره. جغد تا این حرف رو شنید عصبانی شد و به طرف حیوانای کوچولو حمله کرد. اونا 2 پا داشتن، 2 پا هم قرض کردن و هر کدوم تو گوشه‌ای پنهان شدن. وقتی خیالشون راحت شد که جغد نمیتونه بگیرتشون، فریاد زدن: ای شکمو! جغد از بقیه پرسید با این سر و صدا چی کار باید بکنه؟ اونا سرشون رو تکون دادن و گفتن: ما چه میدونیم؟ تو خودت عاقل و باهوشی، شاید بد نباشه به یه درخت دیگه اسباب کشی کنی. جغد ناراحت شد و جواب داد: چرا من باید برم؟ من همین درخت رو دوست دارم. این دارکوب پر سر و صداست که باید از اینجا بره. دارکوب هم 2 پاش رو توی یک کفش کرده بود که همونجا بمونه. دارکوب روزهای بعد هم به کارش ادامه داد و نذاشت جغد بخوابه. جغد روز به روز خسته تر و بداخلاق‌تر می شد و با دارکوب بگو مگو می کرد. حیوانای دیگه که از این وضع خسته شده بودن تصمیم گرفتن دور هم جمع بشن و فکری بکنن. گورکن گفت: اینطوری نمیشه، باید کاری بکنیم، چون دارکوب پیش از جغد اینجا بوده، جغد باید بره. گوزن گفت: اما جغد میگه از اینجا نمیره. روباه گفت: حالا که اینطوره ما هم درختی رو که جغد روی اون لونه داره میندازیم، اون وقت اون مجبور میشه بره. شب وقتی جغد برای شکار از لونش بیرون رفت، حیوونا دور درخت جمع شدن. همگی زور زدن تا از خستگی به نفس افتادن. اما درخت از جاش تکون نخورد. حیوونا خسته و مونده به لونه هاشون برگشتن. چند روزی نگذشته بود که سر و کله 2 سگ آبی تو جنگل پیدا شد. اتفاقا اونا یک راست به طرف درخت جغد رفتن و مثل همه سگ آبی ها شروع به جویدن تنه درخت کردن. تنه درخت رو جویدن تا آنکه چیزی به افتادن درخت باقی نموند. یه روز یه دفعه طوفان شدیدی اومد. باد وحشی می‌غرید و به درخت ها می‌زد. طوفان اونقدر شدید بود که دارکوب از نوک زدن دست کشید و توی لونش رفت. اما جغد خسته بعد از مدت‌ها به خواب خوشی فرو رفته بود. دارکوب که داشت بیرون رو تماشا می‌کرد،
دید که درخت جغد خم شده و نزدیک بیفته. زود از لونش بیرون پرید و در میان باد و طوفان خودشو به لونه جغد رسوند و شروع به نوک زدن درخت کرد تا جغد رو بیدار کنه. جغد از صدای دارکوب از خواب پرید و مثل همیشه شروع به داد و فریاد کرد. اما وقتی فهمید درخت داره میفته ساکت شد و از لونش بیرون پرید. تا جغد و دارکوب با هم از درخت دور شدن، درخت شکست و به زمین افتاد. طوفان که تموم شد، جغد به خاطر نجات زندگیش از دارکوب تشکر کرد. حالا دیگه از اون بدش نمی اومد. حتی خوشحال بود که همسایه‌ای به این خوبی داره. اینطوری شد که جغد و دارکوب با هم دوست شدن. دارکوب به جغد کمک کرد تا در یک گوشه دنج جنگل درختی برای خودش پیدا کنه و روزها راحت در اونجا بخوابه. صلح و آرامش به جنگل برگشت. جغد و دارکوب از اون به بعد تا آخر عمر دوستای خوبی برای همدیگه شدن.